ادامه بخش چهره‌های ماندگار صدرالدین عینی، زندگانی و قهرمانی. استاد عینی هر لحظه در عرصه مبارزه با قلم قهرمانی نشان داد و برای سربلندی امروزیان راه گشاد. این خدمت ارزنده آنها یک نوع ادای قرض فرزندی بود و در کتاب و زندگی نامه ملت تا جاودان ثبت گشته است. و نهایت زحمت و استعداد این دو جگربند وفادار خلق بهای سزاوار گرفت. استاد عینی و اکادمیک باباجان غفوروف برحق قهرمان نخستین تاجیکستان اعتراف گردیدند. یکی از وظیفه‌های مهم اتفاق نویسندگان پیران ادبیات تربیت نسل جوان ادیبان می باشد. گمان می کنم سالهای آخر در این بخش کار پرثمر و نظررس کرده نشد. بیایید یک بار خود به خود بیاندیشیم. فردا به جای شما کی به میدان ادبیات می آید و شهرت و عنعنه بیش از 1000 ساله را نگاه می دارد؟ این کار سهل نیست. می توان صدها متخصصان دیگر ساحه ها را با هر راه تربیه کرد، ولی جستن و کشف کردن، تربیه نمودن استعدادهای ارزنده جوان وظیفه اتفاق نویسندگان و پیران ادبیات است. یعنی در مکتب و دانشگاه ها کار محفل های ادبی را پرزور باید کرد. از صاحب استعدادها ادیبان خوش سلیقه، جسور و وطن پرست تربیه کنیم. این عنعنه نیک استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسونزاده، فضلالدین محمدیف، اشور سفر و دیگران بود. مکتب آنها را باید ادامه داد. نوروز در تاریخ ملت ما چون آیین است که گیرودار اجنبیان صاحب قدرت و سرنوشت خلق جفاکشیده تاجیک را تجسم می نماید. فرزندان بزرگ ملت ما صرف نظر از هنگامه‌های مذهبی و گیرومان محراب و منبر در همه دور و زمان قدر و قیمت زبان شیوای مادری، سنت و آیین‌های نجیب اجدادی، علم و فرهنگ عالمگیر و شعر و حکمت عبرت‌آموز را پاس داشته از نسل به نسل رسانیدند. حتی در دوران نه چندان دور که یک فضای مشترک آمیزش و به همایی ملت‌ها بالا می‌گرفت و رسم و آیین‌های اجدادی آشکار و نهان زیر تعقیب قرار داشتند، نوروز از همه فشار و زوراوری‌ها گذشته همچون عید ملی زنده ماند. تاریخ خدمت‌های بزرگ صدرالدین عینی، باباجان غفوروف، میرزا ترسونزاده، محمد آسیمی و ده‌ها فرزندان بزرگ ملت را که در روزهای سخت سنت نوروز و رسم و آیین‌های نیک اجدادی را پشتیبانی کردند با حرف‌های زرین ثبت کرده است. تمام آثار گذشتگان بزرگ ما از اوستا تا رودکی و فردوسی، خیام و ناصر خسرو، سعدی و حافظ، جامی و صایب، سعیدا و شاهین، احمد دانش و عینی و ده‌ها نفر دیگر را میتوان مجموعی معیارهای اخلاق سازندگان جامعه عدالت‌پرور و انسان دوست نامید. فقط آموزش و فراگیری این آثار و ارزش‌های معنوی را به طور جدی، با نظام و مهمتر از همه با درک مسئولیت ملی به راه ماندن لازم است. محض جوانان دارای معرفت عالی و تفکر سازنده و اخلاق حمیده می توانند پیوند ناگسستنی نسل‌ها و روح ابدزنده اجدادان با فرهنگ خویش را که هنوز در عهد سامانیان صاحب مرکزهای بزرگ تمدن و دایره‌های توانای علمی و ادبی بودند زنده دارند و عصر طلایی ملت خود را احیا نمایند. محض همین گونه جوانان می توانند که با کشفیات نوی علمی و تکنیکی، با اثرهای رنگارنگ و پرمضمون زمانوی، با صنعت و هنر بلند خود ملت عصرها با فرهنگ و تمدن خویش شهرت یافته‌شان را باز هم بیشتر شهرتمند گردانند و در نظر عالمیان اثبات سازند که آنها وارثان اصیل اسماعیل سامانی، بلعمی، رودکی، فردوسی، ابوعلی ابن سینا، ناصر خسرو، حافظ و سعدی، کمال خوجندی و عبدالرحمن جامی، احمد دانش و صدرالدین عینی می باشند. بخش چهره‌های ماندگار در باب صدرالدین عینی، زندگانی و قهرمانی ادامه دارد.